بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. با برکت و بزرگ است کسی که فرقان را بر بنده‌اش نازل کرد تا هشدار دهنده‌ای برای همه جهانیان باشد. همان کسی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و هیچگاه فرزندی اختیار نکرده و شریکی برای خود در امر اداره آفرینش بر نگزیده است. خدایی که همه چیز را خلق کرد و به دقت اندازه گیری نمود، آنها را به اندازه و ظرفیت مناسب آفریده است.